الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست. همه نعمتهای خداوند برای ما و شما بندگانش هست، چون خداوند ما و شما بندگانش را دوست می‌دارد. همه نعمتهای خداوند توان آفرین است، رشد آفرین است، سلامت و سعادت آفرین هست. همه نعمتهای خداوند برای عمران و آبادی زمین و زمان هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بكم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. همه نعمتهای خداوند شکر می‌طلبد. از شکر نعمتها مزید و برکت تولید می شود. لئن شکرتم لازیدنکم. همه نعمتهای خداوند، هم مادی و هم معنوی، محض محبت و خیرخواهی و دوستی خداوند نسبت به بندگانش هست. بحثایی که امشب مد نظر هست متعدد و متنوع، که همه برمیگردد به یک اصل و اون هم خداوند عزوجل، خداوند تبارک و تعالی. جا داره که من تبریک بگم به دانشجوهای عزیزی که امسال با تلاشی که داشتن موفق شدن به توفیق خداوند به دانشگاه‌های کشور راه پیدا بکنن و امسال سال تحصیلی جدیدی است برای اونها و سال تحول فکری است و علمی است و فرهنگی است برای اونها. جا داره که من بهشون تبریک بگم و به همین دانش آموزای عزیزی که امسال، چه امسال سال اولشون هست که به مدرسه میرن، چه به سالهای بالاتری یا سال تحصیلی جدید راه پیدا کردن، خصوصا دانشجوها. و یه تبریک ویژه که بالاخره آغاز سال تحصیلی جدید با ماه مبارک رمضان توأم شده. امسال چهره های دانشجوهایی که در مسجد بالاخره به دیدارشون نائل شدیم و مفتخریم، هم برادرها و هم خواهرها، اونطوری که خواهرها صحبت میکردن، همه چهره های جدید هستن. یه عده فارغ التحصیل شدن رفتن، هر جا که هستن در حفظ خداوند باشن. اما این چهره های جدید چقدر محظوظ و خوشنصیب هستن که دانشگاه ها با وجود همه محاسنی که دارن مساوی زیادی هم دارن. اگر انسان قبل از ورود به دانشگاه، نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان اسلام و غیر اسلام، خودشونو مصون و محفوظ نکنن با ایمان و تقوا و عقیده و اطلاع کامل از مسائل اخلاقی، فکری، عقیدتی، تاریخی
تاریخی و دیگر مسائلی که تو دانشگاه در حقیقتاً برای حفظ خودشون و حفظ ارزش‌هاشون و حفظ باورهاشون نیاز دارن. بیشترین استقبال از نماز تراویح و ختم تراویح و تهجد همین جوانای دانشجو و سبب آبادی این مسجد در حقیقت دانشجوهای ما هستند. ما بهشون خیلی افتخار میکنیم و آینده رو خیلی روشن و خوب میبینیم وقتی که تحصیل کرده های ما متعهد میشن. اندیشمندان و متفکرین و نویسندگان آینده و رهبران فکری و علمی و اخلاقی جهان اسلام خودشون رو تو صفهای نماز تراویح در قیام شب با تلاوت قرآن کلام خدا پیدا میکنند. خیلی زیباست. بحثی که دیشب بالاخره شروع کردیم بحث حرمین بود. بالاخره خاطراتی از سفر 21 روزه تعدادی از دوستان که لطف خدا هم شامل حال ما شد، ما هم در معیتشون بودیم. و صحبت نیمه تمام موند. صحبت بر این بود که خداوند مکانهای مقدس و مبارک رو قرار داده که در اون اماکن هدایت و ایمان و حسنات و برکات و ثواب افزایش پیدا میکنه. یعنی هر کسی همین عبادت‌های روزمره رو که در اماکن خودشون در بلدان و مناطق خودشون انجام میدن با یه اجر محدود وقتی که در اون اماکن ویژه قرار میگیرن همون اعمال خداوند در اون اماکن از نظر حسنات و ثواب و برکات افزایش داده. مثلا مثال زدیم که در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم هر کسی یک نماز بخونه معادل 1000 نمازه در روزهای عادی غیر از رمضان. و در مسجد الحرام نماز بخونه، حالا چه نفل چه فرض، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده صلاتون فی مسجدی هذا، نگفته که نماز فرض یا نماز نفله، نگفته صلات و فرض فی مسجدی هذا، گفته صلاتون فی مسجدی هذا، نمازی در مسجد من معادل 1000 نمازه، به جز در مسجد الحرام که معادل 100,000. علما از این برداشت کردن که هر کسی نماز نفلم در مسجد النبی بخونه همون 1000 تا داره. سنت های قبلیه، بعدیه، سنت تحیه مسجد، سنت وترش، نمازهای تراویش. گفتیم که 3 تا مکان مقدس در روی زمین هست که فضیلت نماز افزایش داده میشه و سومیش مسجد الاقصی است. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اینو مطرح کردیم. خب صحبت‌های زیادی کردیم. گفتیم که نمیشه اماکن مقدسی که خداوند یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفته که اجر و پاداش نمازها و عبادتها افزایش پیدا میکنه اونجا، این اماکن رو منتقل بکنیم به همه جا. نمیشه مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد قبا و مسجد اقصی رو بیاریم تو سورو. پس رسیدن به این اماکن یک کمی سخته، هزینه مادی میطلبه بعد از توفیق خداوند. پس استطاعت مالی و بدنی و امنیت راه، این 3 تا شرط برای رفتن به حج یا عمره. استطاعت مالی و بدنی، یعنی وقتی استطاعت مالی داره مریض نمیتونه بره، از این هم ساقطه. پس ولی خیلی هم تلاش میکنن که برسن به اونجا.
یه وقتی میبینیم که یه سرمایه‌دار کل دنیا رو گشته و خاطرات هر سفرش رو تو یک آلبوم جداگانه ثبت کرده با عکساش، با زیرنویسش. مسلمان هم هست، شاید بر فراز عربستان هم رد بشه بره به چین، نمایشگاه کالا تو رمضان. اتفاقا نمایشگاه چین همزمان با آغاز رمضان بوده که 12-13 روز دوستان تو نمایشگاه چین بودن، مجبور بودن برن خیلی هاشون. ولی این افتخار نصیبش نشده که خاطرات معنوی حرمین رو تو دفتر خاطراتش و تو صفحات دلش و تو ذهنش ثبت بکنه و بیاد به دوستانش بازگو بکنه. درباره معبد بودایی چین و دیوار چین برای ما داره میگید. چرا با 600,000 تومان با 800,000 تومان نرفتید که درباره عظمت خدا و حرمین رو برای ما بگید و بیاید تعریف بکنید و هیبت خدا و عظمت خدا رو در دل بندگان خدا افزایش بدید. اللهم اهدنا واهد بنا. انسان‌های موفق کسانی هستند که از خداوند هدایت می‌طلبند و بعد از اینکه هدایت خودشون میگن خدایا ما را هدایت بده و بعد توسط ما هدایت بده دیگرانو، ما را سبب خیر برای دیگران قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما، ما را به تقوا برسون و ما را پیشوای متقیان قرار بده. اما امشب و گفتیم که تو رمضان دیگه این 100,000 مسجد الحرام ضرب در 70 بکنید، خیلی ثوابه. اما داریم زمانهای مقدسی که اجر و پاداش درش خیلی افزایش پیدا میکنه و سبحان الله فضل خدا نگاه بکنید. نهایت یک نماز در رمضان در مسجد الحرام 100,000 ضرب در 70 بکنید. از اونجایی که اماکن مقدسی که درش ثواب و حسنات افزایش پیدا میکنه برای همه بندگان خدا مقدور نیست، در نتیجه خداوند برکت زمانهای مبارک و صدها برابر چه؟ برکت مکانی افزایش داده و برکت زمانهای مقدس آورده تو روستاها، تو شهرها، در خونه ها، تک تک خونه ها. مثل روز جمعه، مثل شب جمعه، مثل ماه مبارک رمضان، زمان دیگه برده تو تک تک خونه ها. جهانیه، یک جا نیست. رمضان در تک تک خونه ها رو میزنه. من رمضانم، من آمدم، من با برکتم. اگه من آمدم و رد شدم به من اعتنایی نکردی دیگه تو رحم نمیشی. اون 3 آمینی که پیامبر وقتی که بالای منبر میرفت ادراج و پله های منبر رو میشمرد میگفت آمین، یکیش این بود: محروم باد از رحمت خدا کسی که رمضان بر او وارد بشه، معذور نباشه، مسافر نباشه، مریض نباشه، رمضان سپری بشه، رمضان سبب آمرزیدن او نشه. جبرائیل داره میگه. بعد جبرائیل میگه به من گفت بگو آمین، گفتم آمین. پس زمان مبارک و خداوند آورده چه؟ در خانه ها، در دسترس همه. کل رمضان برکته. هر فرضی 70 برابر، هر سنتی معادل فرض. بهترین صدقه چه؟ در رمضان هست. تا میرسیم همینجور هرچی به آخر رمضان میرسیم خداوند بذل و بخششش بیشتر میشه. سبحان الله. یعنی دیگه خداوند تو شبهای آخر رمضان
دیگه فقط میخواد ببخشه، کاری دیگه نداره. اون قدر بذل و بخششش زیاد میکنه که فقط میخواد دسته دسته آزاد بکنه، ببخشه با یک اشاره از تو، با یک اشاره از بنده که بگی یا رب الهی و رازقی و خالقی. چی کسی در خانه تا آمده که ناامید برگشته؟ کدومی که از بندگانت به سوی تو فرار کرده تو تحویل دشمنش دادید میگه منم امثال منه که قدر بکنیم؟ کدوم بنده آمده به سوی خدا فرار کرده خدا تحویل ابلیسش داده گفته بگیرش من نمیخوامش؟ شده که بندی به سوی خدا فرار بکنه خداوند تحویل دشمن بهش بده؟ نشده. حتی اونی که 99 نفر رو کشت تو قوم بنی اسرائیل، 99 نفر رو کشت، هل لی من توبه؟ قال لا، قال اذن اکمل 100. تو میتونی مانعه؟ اگر که توبه من قبول نمیشه خود هم نباشید. رفت پیش یک شیخی آگاه به خدا و رحم خدا که رحم خدا چقدر وسیعه، گفت هل لی من توبه؟ چه کسی میتونه مانع تو توبه تو باشه و رب تو باشه؟ ولی شرطش اینه که از این شهری که همه بدکارانن هجرت بکنی به شهری که اونجا همه خوبانن تا وسوسه خلاف دوباره نشید. من دیشبم گفتم کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، کار تمامه. اعمال شاق زیادی نمیخواد، فقط این مسیر دلت عوض بشه. الها دلهای ما را از هر سو به سوی خودت باز بگردان، از این پراکندگی ما را نجات بده. واقعا دلمون پریشان و پراکنده است. کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، بگی یا رب الهی. چقدر راحت این تعبیر الهی، مال خودته. میدونی معنی الهی یعنی چی؟ یعنی خدای من، معبود من، عزیز من. از این دیگه راحت تر تو میتونی باشید الهی؟ خیلی وقتا همسرت هم حوصله تو رو نداره، همون که بهش میگه عزیزم. خستم خوابم گرفته تو هیم میای بغل گوشم میگه عزیزم، برو و حوصله‌ات ندارم. حرفتو میپره تو حرفتو قطع میکنه. ولی کی خدا وقتی تو باش صحبت میکنی تو حرفت پریده؟ همش گوش میده. خداوندی که صاحب عرشه، وسع کرسیه السماوات والارض، کی تو حرف بندش پریده؟ حرفشو قطع کرده، همش گوش میده. اگه 1000 ساعت بگید الهی الهی همش گوش میده، نمیپره تو حرفت. سرم درد میکنه، خوابم گرفته، لا تأخذه سنة ولا نوم. الان بد موقع است، بعد تماس بگیر. الان مشغولم، الان خستم. شده؟ نشده. بعضی از علما میگن که 3 وقت خیلی مهمه. تو این سفر سعادت نصیب شد چند تا از علما رو ملاقات بکنیم تو سفر عمره. در کنار افتخاری که نصیبمون شد، یکی از این شخصیت ها مولای عبدالحمید اونجا تشریف داشتن. مولای فضل الرحمن رهبر حزب عمال پاکستان، رهبر پارلمانی احزاب اسلامی پاکستان، البته اون شال زردی که همیشه امام میزنه و تابلوه با اون شال نبود، من در جا شناختمش. تو صف با موبایل صحبت میکرد، رد میشد، کلاهی سرش بود. از جلو من سبحان الله، خدا وقتی میخواد آدم اونجا شخصیت ها رو ببینه، رد شد، دست زدم رو کتفش، گفتم مولانا سلام. سلامی کرد، رد شد، چون اصلا ذهنش نمیپذیرفت که یعنی منم. چند قدم رفت، برگشت، شمایی؟ بله منم. افتخارات ما هستن. جناب مولانا سلطان علما رو ملاقات کردیم، آمده بودن مدینه.
تو هتل قصر الاخضر بعد از نماز تراویح رفتیم خدمتشون. خیلی خوشحال شدیم و خیلی خوشحال شدن. اولاد شیخ عبدالرحیم انصاری شاگرد سلطان علمای بزرگ که اینا اولادش بودن و نوادگانش که زمان کشف الحجاب رضاخان از ایران فرار کردن رفتن به هند با دینشون که نقاب زنهاشون بلند نشه و بعد از هند خدا توفیقشون داد که در مدینه پیامبر اونجا زندگی بکنن 40 سال اولادشون و در خدمت حجاج باشن. یکی از صحبتایی که جناب مولانا سلطان علما حفظه الله داشتن گفتن 3 وقت علما میگن وقت بهشتیه در دنیا. یکی بعد از نماز صبح تا آفتاب طلوع نکرده، یکی بعد از ظهر تا عصر و یکم بعد از نماز مغرب اگه اشتباه نکنم. حالا بالاخره بعد از نماز صبح تا اشراق و بعد از نماز ظهر این 2 تا وقتا خیلی خواب شیرینه. اینم هدیه‌ای بود که بالاخره اونجا به ما عنایت فرمودن. و دیگر دوستانی که بالاخره صدفتاً تو صفها میدیدیمشون. پس خداوند برکت زمانی رو آورده در خونه ها تک تک. همجور بذل بخشش خداوند زیاد میشه. تو 10 شب اول رمضان رحمته، 10 شب وسط رمضان مغفرته، 10 شب آخرش دیگه منتظر اشاره است که بندی بگه منو نجات بده از اسباب آتش و جهنم و خشم تو و دسته دسته گردنها رو آزاد میکنه. به همین منظور تو 10 شب آخر دیگه اللهم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا و امهاتنا و احبابنا و اخواننا و اخواتنا المسلمین و المسلمات من النار. این دعا رو زیاد میخونن. این معنیش اینه رقابنا، خدایا گردنهای ما را از دسته دسته از آتش جهنم آزاد بگردان و از اسبابی که در دنیا ما را به جهنم میکشاند. تا میرسیم به 2 شب در آخر رمضان که دیگه هر کسی محروم شد واقعا خیر دنیا و آخرت ازش فوت شده، که اون هم دوباره برکت زمانیه. 1 شب، شب قدر، معادل 83 سال و 6 ماه اگه اشتباه نکنم، معادل 83 سال و 6 ماه 1 شب. افزایش عمر معنوی انسان در 1 شب به فضل و برکت خداوند سبحان الخالق. خیلی ها از خدا طول عمر میخواهند. من میخوام که بمونم، که فرزندم ببینم، دامادش بکنم، بزرگش بکنم، نوام ببینم، حفیدم ببینم، فلانم ببینم، همه ببینم. همه رو داماد بکنید. پس بهتر این دعا رو بکنید: خدایا در عمری که به من دادید برکت قرار بده. اللهم اهدنی واهد بینی. اونی که خیر دنیا و آخرت منه و تو میدونی که صلاح منه، به من و خانوادم و اولادم و همسایگان و رفقا و دوستان و خواهر و برادر مسلمان همه عنایت بفرما. مهم طول عمر نیست، مهم برکت عمره. مهم دیدن پیغمبر نیست صلی الله علیه وسلم. اگر میدیدید و بعد ابو جهل میشدید چه میشد؟ اگر میدیدید و بعد ابو لهب میشدید چه میشد؟ اگر میدیدید و بعد ام جمیل میشدید، خواهرم، همسر ابو لهب، بعد چه میشد؟ اما تو ندیدید، بوبکر شدید. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد.
ما از اوصاف خوش تو شنیدیم. و رفعنا لک ذکرک، ما نام نیک تو رو شنیدیم، اخلاق خوب تو رو شنیدیم، صفا و صمیمیت تو شنیدیم، خیرخواهی و بزرگواری و بزرگمنشی تو شنیدیم، کرم و سخاوتش شنیدیم، دلسوزی و خیرخواهی تو، شجاعت تو، همه اوصاف خوب تو رو شنیدیم. یه امتیازی که شما دارید این که ندیده عاشقش شدید و پیروش شدید و دوستدارش شدید و از امتش شدید. این امتیاز مال خودتونه. اونا امتیاز صحبت رو داشتن که همراه پیامبر بودن، شما امتیاز ندیدن رو دارید. خیلی سخت ندیدید چیز رو تأیید بکنید و از خودت و خانوادت و فرزندت و عزیزترینت بیشتر دوستش داشته باشید. 83 سال و 6 ماه یک شب چقدر میتونی جمع کنید؟ باور که آدم دست پاشه میشه. این جمخانی میدونی چیه؟ جمخانی همین گونه های بزرگ، مخزن های بزرگ بهت بدن، یالا جمعش کن، هر چی میخوای بریز. چقدر میخوای جمع کنید؟ به نظر شما اگر یه شب 1000 رکعت نماز بخونید، فکر میکنی خیلی نماز خوندی، 20 رکعت میخونید من سر خدا میذاری، 20 رکعت فقط، هی پاتو عوض میکنید، هی رو پا میستید، هی صدا از پاتو انگشتات در میارید، هی گردن اینطوری میکنید تو نماز. 20 رکعت، اونم چه صوتی، ها، چه هوایی، با چه دلنشینی، با چه لحنی. اگه 1000 رکعت بخونی چقدر به وجد میاد. وقت به تو اجازه نمیده توی یک شب 1000 رکعت نماز بخونی، ولی فضل خداوند گفته تو یک شب 83 سال و 6 ماه. یعنی کسی باید بخوابه 83 سال و 6 ماه. مسن‌ترین پدر رو اینجا پیدا بکنید، اونایی که 60 سالشونه 70 سالشونه. من اصلا بگیم از 20 ساله بالغ شدن، اگر 20 ساله بالغ شدن که خوب مسائل دین رو حذف کردن، حساب بکنید الان 70 سالشونه، 50 سال، 50 تا رمضان، 50 تا دهه رمضان، 50 تا شب قدر. اصلا من نمیگم 50 تا شب قدر، بیام 25 ساله رو، 70 ساله رو که فهمیدید، 50 تا 80 سال حساب بکنید، 83 سال و 6 ماه چه قدره؟ 4000 سال. حضرت نوح 4000 سال عمر کرد. این فقط مال 50 تا شب. عبدالعزیز میگه 4000 سال، 5 80 40 تا 3 سالش هم حساب کردی؟ حساب نکرده. ولی یک برادر 25 ساله جوان، 25 سالشه، اگه بگیم 20 ساله بالغ شده، 5 80 40 تا 400 سال. این بهش میگن عمر بابرکت، عمر معنوی. کسانی هستن که عمرشون 20 ساله، عمر معنویشون و ثوابشون 80 ساله، 500 ساله، 1000 ساله. کسانی هستن که عمرشون 20 ساله، عمر معصیتشون 100 ساله. یعنی خودش که شراب میخورده یه بساطی برای 10 نفر، خانه خالی دارم، بیا این مشروبم مفتی، بیا بنوش. تو که پول نمیدی، رو حساب منه. طرف 25 سالشه، 15 ساله حافظ قرآن شده، خیلی اصلا 7 ساله حافظ قرآن میشن. الان نزدیک 200 نفر تو این 10 سال پلوش حافظ شدن. هر حافظی حداقل باید 200 بار یک آیه رو تکرار بکنه، 200 بار یک آیه رو تکرار بکنه تا حافظ بشه و حفظش نگه داشته بشه.
حساب بکنید 200 تا 3 میلیون و 210 هزار حسنه رو بزنید. 25 سالشه 200 نفر پلوش حافظ شدن، هر نفر 200 بار قرآن ختم کرده، ثوابش ما رو معلمشه که نشسته فقط داره گوش میده اینا چی میخونن. امسال استادم رو دیدم تو حرم خیلی خوشحال شدم. ریش زردی داره، پاکستانی، عربی هم بلد نیست. شیخ علی عبدالرحمن حذیفی پیش این حفظ کرده، عربی بلد نیست. شیخ بن زاهم خدا رحمتش بکنه که امام و خطیب و قاضی محکمه مدینه بود، پیش این حفظ کرده، عرب قح فصیح اصیل پیش یک حافظ پاکستانی حافظ کل قرآن شده. این باب مجیدی یک دار و تحفیظی بود، ما بین مغرب و عشا میرفتیم پیشش، روزی 2 صفحه چی اونجا تحویل میدادیم. هنوز زنده بود. گفتم منو میشناسی؟ پیشونش بوسیدم، گفتم منو میشناسی؟ یه لحظه مکث کرد، بعد از خیلی سال گفت ایرانی. حالا اسمم کیه؟ ایرانی. گفت شماره تلفنت؟ خدا میدونه مال چند سال. گفت تو دفترم هست. گفتم من محمد صالح احمد هستم. چقدر خوشحال شد. فضل خداست. طرف 25 سالشه 200 نفر پیشش حافظ شدن، هر نفر 200 بار ختم کرده، هر آیه رو خونده تا حافظ شده و بعد حفظش رو نگه داشته. حساب بکنید هر ختم قرآن 3 میلیون و 210 هزار حسنه. برید سالن خونه هاتون رو بدید یا حافظ بگیرید بذارید اونجا. ولی ما تابستون رفتیم پیش یه نفر چند سال پیش، بابا خونت بده، خونت خالیه، تو که میری شهرستان، این 2-3 ماه اینجا نیستی. گفت من خونم دادم دست 2 تا جوان که شب بخوابن، اساسی هم زدم توی اتاق. من به مکتب خونم نمیدم، خونم خیلی قیمتیه. میدونی چی گفت؟ گفت معذرت میخوام گل به روی شما. گفت دستشوییم پر میکنن. گفت بچه های مکتبی دستشوییم پر میکنن، چاه فاضلاب، چاه توالت هم پر میکنن، چاه مسترام. با 20,000 تومن تانکر فاضلاب میاد چاه خالی میکنه. نداد. به 4 تا مجرد میده، تلویزیون در اختیارشون، ماهواره در اختیارشون، خانه خالی مجرد، دوست نابا مشروب میخورن، همدیگر رو میکشن. گفت من برای مکتبی نمیدم. هر ختم قرآن 3 میلیون و 210 هزار حسنه. این شب قدر دیگه درهای آسمان ها شکافته میشه. مطاع ثم امین. میدونی کیه مطاع ثم امین؟ جبرائیل فرمانده است. ثم نیست، ثم یعنی هناک. تو ملکوت اعلا جبرائیل فرمانده است، فرمانده کل ملائکه های خداوند، فرشتگان فرمانده است. ثم امین، کسی حرفش رو رد نمیکنه از فرشتگان. رهبر کل فرشتگانه. جبرائیل با کل فرشته ها میان با این. تو سوره قدر رو بخونید، اونجا خداوند از جبرائیل به اسم روح یاد کرده. تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. از جانب بالا بر زمین نور باران میشه، چون فرشتگان خدا مخلوقی موجودی نورانی، ماده خلقتشون نور. خداوند با این نورها زمین رو نورانی میکنه و فضا رو نورانی میکنه. تو کوچه ها و مساجد و معابر و خونه ها دنبال ذاکرین میگردن. چه کسی در نماز ایستاده راکع و ساجد، چه کسی در حال توبه و استغفاره، چه کسی در حال تلاوت و ذکر و قرآنه، چه کسی در حال خدمته، چه کسی در حال تعلیمه، چه کسی در حال دعوت الی الله هست، چه کسی امر معروف میکنه، چه کسی نهی از منکر میکنه، چه کسی دعا برای مجاهدین میکنه، چه کسی شمشیر جهاد دستشه.
دیدید برکت زمانی چقدره، ولی بازم فضل خدا بیشتر از اینه. غیر از شب قدرم میگه شب آخر رمضان، شب عید، اون شبش هم میگه احیا بکنید، نخوابید، چون اون شب پاداشه، شب جایزه است. غیر از شب قدر میگه شب عیدم داشته باشید، اون شب میگه شب عتقه، شب اهدای جوائز از جانب خداوند. سبحان الله. برید خونه هاتون BBC لندن و رادیو فردا بگیرید، برید دیگه. خطبه 3 تا خطبه بودیم، تو 2 تا تو مدینه، یکی تو مکه. عجب خطبه هایی بود، عجب خطبه هایی بود. این شبها از دستتون نره. من دیشبم گفتم خدا رحمت بکنه ملاهای قدیم ها. به ما میگفتن، ما بچه بودیم مسابقه میذاشتن بین مساجد، کدوم مسجدی با ربع ساعت نماز تراویح و وتر و دعا همه تمام میکنه، بریم اون مسجد که سریعتر تمام میکنه. مسجد ما سریعتر تمام میکنن. قرآن کلام خداست. قل هو اللهش 1/3 قرآنه. قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. سوره اخلاص، سوره توحیده. ولی قرار نشده همیشه قل هو الله ما رو بشنوانید. فقط همین چند سوره آخر رو شروع میکردن، رکعت دوم همه قل هو الله. من یادمه، الان فکر نمی کنم پیدا بکنید تو منطقه، خیلی نادره. این آقای زایی چقدر باورکت بود، چقدر باید براش دعا بکنید. وقتی آمد تو بندر عباس، تو 3 تا استان جنوبی اهل سنت 1 حافظ نداشتن، 1 حافظ قرآن. برکت مدینه است. برکت مدینه است. اولین حافظی که آمد تو منطقه. الان خیلی کم پیدا میکنید که جاهایی هم که خط نمیخونن نماز تراویحشون نیم ساعت طول میکشه. بالاخره نیم جزی از این طرف از اون طرف. خدا رحمتشون بکنه. زمانی ما بچه بودیم فقط یه شیخ زیایی بود که واقعا مردمی بود. علمای دیگه داشتیم که تو مدرسه می نشستن، یا فقط روز جمعه می رفتن رو منبر، یا وقتی در خانهشون کسی بزنه من مشکل میراث دارم، من با زنم مشکل پیدا کردم، من مشکل زمین دارم، حل و فصل بکنید. اینه که بره تو جامعه نسل رو تربیت بکنه. حسود نبود، بخیل هم نبود. یکی از خدماتش 50 تا 60 تا دانشجو فرستاد مدینه. همون زمان اگه حسود بود میگفت خودم فقط. چقدر برکت بود. ولی نمون که ببینه. وقتی که شهید شد شیخ علی جلالی حفظه الله، فکر میکنم یک 10 جزی 15 جزی قرآن حفظ بود. یکی 2 ماه هم بیشتر وقت نبود تا رمضان اگه اشتباه نکنم. آقای شمس، آقای سلیم، نمیدونم یادتون هست، توفیقا فکر کردن که نماز تراویح بخونه، حافظ نداریم. توفیق شیخ علی جلالی تو همین 1-2 ماه باقیمانده رو حفظ کرد، جای شیخ ایستاد. به زمان شیخ نماز تراویح میخوند، کسی پشت سرش نبود که اشتباهاشو بگیره. تو یکی از نمازهاش اشتباه میکنه، یه نفر پشت سرش از اون گوشه صف قرائتشو تصحیح میکنه، تا سلام میده کی بود کجاست؟
نمیدونم یه بنگالی بوده، پاکستانی بوده، بلوچ بوده، میگن اون بوده، فکر میکنم بنگالی بوده. حالا بلند میشه میره آخر صف، میاره پشت سر خودش قرارش میده، میگه جای تو اینجاست. کی بود؟ قحطی حافظ بود. راست امروز که ببینه شاگرداش و شاگردان شاگرداش و شاگردان همه حافظ شدن، محراب ها رو تحویل گرفتن. این شعبه حفظ دخترانه سروش، شعبه حفظ نور، تا الان 70 تا حافظ دختر داده. حافظ سعدی نشسته، حافظ سنان، حافظ سهام الدین کمالی. الان مسجد توفیقی هم شعبه حفظ خواهرها راه اندازی شده. امروزی که زنگ زد گفت دخترم 4 جز حفظ کرده، شیخ نظر شما چیه؟ سال دوم راهنمایی، 1 سال از مدرسه میگیرم، با مدرسه صحبت کردم، گفتم دخترم خیلی علاقه به حفظ داره، 1 سال حفظش تمام بکنم بعد بر بگرده مدرسه، نظر شما چیه؟ چه جنب و جوش افتاده. چرا ما رو محروم کردید از این که در نماز تراویح خط بشنویم؟ آدم بعضی موقع شرمندی میشه، بعضی از خطبا خطبه جمعه اختصاص میدن برای رد ختم قرآن در تراویح. یکی از دوستان به من گفت یه خطبه جمعه یکی از علما اختصاص داده که ختم تراویح در تراویح ختم کامل قرآن بدعته، چون پیامبر در زمانش قرآن که کامل نازل نشده بود که ختم کامل بکنه. این دلیل سلف صالح، گذشتگان، صحابه، انصار و مهاجر و رسول الله نگاه بکنید حالشون در رمضان چه بود. در 1 رکعت به معین میخوندن. معین یعنی صدها سوره‌ای که 100 تا آیه داره، 200 تا آیه داره، تو 1 رکعت میخوندن. ما که همش 10 تا آیه تو 1 رکعت میخونیم، 1 صفحه. برید حال سلف رو نگاه بکنید که دیگه پاشون ورم میکرد، خون جمع میشد. جوانای ما رو به قرآن آوردن. زشت نیست یه خطبه اختصاص بدیم که اینا ختم تراویح، یعنی اون 3 میلیون تو حرم مکه، اون 1 میلیون خورده تو حرم مدینه و اون همه تو مساجد جوامع کل جهان اسلام، همه بر باطلن، همه بر باطلن. چطور هم جرأت میکنه که مسجدها رو خالی بکنه، کوچه ها و معابر و تلویزیون ها رو آباد بکنه؟ چرا با تقوا حرف نمیزنن؟ چرا تقوا رو، اینا رو رها بکنین، کلام خدا رو نشنون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند منزل شما در آخرت نزد آخرین آیه است که در دنیا تلاوت میکنید یا میشنوید. چه میخونید چه میشنوید فرقی نمیکنه. نوار گذاشتی، یه نفر گفته قرآن بخون تا من گوش بدم، میگه منزل شما در آخرت نزد آخرین آیه است که در دنیا تلاوت کردی بهش عمل کردی، اونجا منزل شماست. شب عید، این جمعی که اینجا الان هستن شب خیلی هاشون کمتر میان چون یا دانشجو هستن یا ولی شب یک سری جوانهای جدید میان چون که بازاری هستن. حدوداً دیشب 4 صف و نیم 5 صف، اونا یک دست دوباره جوانن، اونا تاجرای مؤمنن که پشت عالمای مؤمن و باسوادها و تحصیل کرده ها ساپورت میکنن. ما همطور که نیاز داریم عالم جوان و مؤمن تربیت بکنیم، نیاز داریم تاجر جوان و مؤمن تربیت بکنیم که با هم دیگه شریک بشن تو میدان دعوت و نفع نصف بشه. خب از حوصله همه شما تشکر میکنم. بل الحدیث بقیه انشاءالله. در نماز تهجد هم انشاءالله امشب قرار شده 1.5 ساعت جلوتر بیاریم، ساعت 1 انشاءالله خونده بشه. در مسجد الحرام و مسجد نبی تهجد تو 10 شب آخر میخونن، به خاطری که اون 10 شب دیگه باید همه بیدار باشن و سبزنداری بکنن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه کسی نمیگذاشت که
هم خودش و هم اهل خانوادهش و هم اهل مدینه نمیگذاشت کسی بخوابه تو اون 10 شب. و الان در حرمین در 10 شب آخر رمضان برای دریافتن فضیلت شب قدر یه ختم کامل تو اون 10 شب میخونن. یعنی الان فقط نماز تراویح یه ختم میخونن شب 1 جز، اما در 10 شب آخر یه ختم جداگانه برای 10 شب، شبی 3 جز، هر شب 3 جز. یعنی تا قبل از سحری همینجور ساعتهای 10:30 11 کمربع نماز تمام میشد تراویح، میرن ساعت 12 برمیگردن دیگه. 3 جز چه؟ هر شب 3 جز جداگانه، غیر از اون یه جز تراویح که این 10 شب همه شب زنده دار باشن. و دیگه جوانای عالم اسلامی خصوصا از جهان عرب، آقای بهور شما دوستان تشریف نبرن که آب زمزم و خرمای مدینه بگم دوندی تقریبا دوستانی که با هم بودن قرار شده که از هر دوستی یه مقداری گذاشتن، انشالله که دعا بکنیم به همه برسه. حالا همون طرف برای خواهرها هم برای برادرها. و دیگه از جهان اسلام و خصوصا کشورهای عربی برای اعتکاف این 10 شب سرازیر حرمین میشون، سرازیر مسجد الحرام میشن. خداوند نصیب شما هم بکنه، انشالله در جوانی برید و از این موقعیتی که الان برای ما پیش آمده استفاده بکنیم. درست مسجد الحرام و مسجد النبی رو نمیتونیم بیاریم اینجا، ولی برنامه‌ای که اینجا داره پیاده میشه مو نمیزنه. پس ما نمیتونیم مکان رو منتقل بکنیم، اما برنامه ها همون برنامه هاست. اگر انشالله خدا نصیبتون کرد که در رمضان رفته اونجا دیگه هر کسی نماز خوند و میره دنبال کارش، دیگه صحبت نیست. صحبت خیلی محدودی که 2 جا فقط چه که 2 نفر نشسته جواب سوالا رو میده بس، چون اکثرا زائرن، دچار مشکل میشن تو عمرشون، تو مسائلشون معذور میشن، بعضی خواهرها همراهشون هستن، در حد جواب سوال. ولی اینجا برنامه‌های مختلفی هست که بالاخره استفاده بکنید و خدا اونجا هم نصیبتون بکنه.